الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از ما سوال نمودند که آیا زنهای مسلمه در یکی از خانه ها می توانند که جمع بشوند و نماز تراویح را جماعوی بخوانند و یکی از آنها امام شود؟ بارک الله فیکم. البته برای زنهای مسلمه جایز است که در یک جا جمع بشوند و نماز تراویح را انجام بدهند و البته این عمل شرط و شروط خود را دارد. شرط و شروطش این است که زنها باید در حالت به همون خانه جمع شدن، در حالت رفتن از فتنه در امان باشند، لباسهایشان خوب و از حجاب و ستر مکمل باشد و کسی اونها را برد و بیارد، یعنی تنها در کوچه نباشند، متبرجه نباشند و برای بیرون برآمدن خودشان را خوب زینت و بعد به خودشان بویهای خوش نزنند و عموما شرطش امن و نبودن فتنه است. بارک الله فیکم. اما باید بدانید که وقتی که زنها به یک جا جمع می شوند، امامشان چگونه باید باشد؟ امام زنها مثل امام مردها در پیش صف نمی ایستد، بلکه امام زنها در بین زنها می ایستد، یعنی صف زنها راست و امام هم در درون همون صف، در بین صف. امام مردها از مردها جدا یک قدم در پیش در یکم صف تنها خودش می ایستد، اما امام زنها در بین زنها می ایستد. بارک الله فیکم. و تلاوت قرآن البته برای زنها جایز است که نه فقط برای زنها، برای مردها و زنها وقتی که حفظ قرآن ندارند، حافظ قرآن نیستند، می توانند که از مصحف یعنی از کتاب قرآن بگیرند، نظر بکنند و نماز تراویح را بخوانند. امروزها باز وسایل آسانتر شده است، می توانند تلفن‌های خود را تشغیل کنند و از تلفن‌های خود نظر کنند و قرآن بخوانند. یعنی در نماز تراویح خواندن قرائت قرآن را می توانند از خود قرآن خواندن تراویح را یا که از تلفن می توانند که قرائت بکنند. بارک الله فیکم. و البته در این مسئله این قول راجح است، کسایی که من میکنند دلیل ندارند. حتی بعضی از علما با مانند امام زهری و غیره در غیر نماز نفلی بلکه در نمازهای فرضی هم از قرآن خوندن، یعنی از کتاب یا که از تلفن خوندن را جایز میدانند. البته وقتی که انسان ضرورت دارد، احتیاج دارد، حفظ قرآن ندارد، میتواند که از تلفن یا که از کتاب قرآن کریم در نماز فرضی هم استفاده برد. و اما در مسئله بلند کردن آوازشان، زنها نباید صدای خودشان را در یک خانه بیگانه سخت بلند بکنند، شاید که در اونجا مردهای نامحرم و بیگانه باشد. اما وقتی که انیق میدانند که در خانه فقط زنها است، مردهای بیگانه نامحرم نیست، میتوانند که صدایشان را به یک مقدار معین به خاطر اینکه زنهای در صف بوده بشنود بلند کرده ممکن است و میتوانند که قرآن را به دست بگیرند یا که تلفن را به دست بگیرند و قرآن را تلاوت بکنند و با صدا و در بین صف امام بایستد و نمازشان را بخوانند. چند رکعت خواندن نماز تراویح البته میتوانند 8 رکعت، میتوانند زیادتر، میتوانند 20 رکعت، با که ندارد. بارک الله فیکم. و این چنین میتوانند در اونجا جماعوی، خصوصا در دهه آخر ماه مبارک رمضان، در دهه آخرش 10 روز نماز وتر را جماعوی بخوانند طبق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پس به این گفته امان البته حدیث ها وجود دارد، حدیث ها وجود دارد که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، اما بهترش و افضلش و سنت برای زنها این است که هر یک زن نمازش را در خانه اش خواند. این را فراموش نکنید. برای زن بهترین مکان ادای نماز این خانه شوهرش است و این چنین نه فقط در خانه، حتی میگن در خانه درونیش
ما خانه ها داریم. وقتی که می‌دارید یک خانه و خانه درونی داریم، یعنی خانه‌ای که یک در کنج خانه. برای هم میگن سنت برای زن این است که افضل برای زن این است که نمازش را در درون خانه، در اهم درونترینش و در یک کنج خانه بخواند. و به این یک حدیث نص از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. خیلی که از مادرمان ام سلمه رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه و سلم رو روایت است که میگه خیر مساجد النساء قعر بیوتهن، بهترین مسجدی، یعنی مکانی که زن باید در اونجا نماز خواند و سجده بکند، برای زنها این کنج خانه اش است. بارک الله فیکم. و البته این روایت امام احمد روایت کردند، این با رقم 26002 و این چنین البانی این را در کتاب الترغیب صحیح کردند. بارک الله فیکم. پس بدانید نماز زن در خانه اش بهتر است، افضل است، خوب است، اجرش زیاد است از نماز زن نسبت به جماعت. یعنی به ما سوال شد که نماز زن در جماعت فضیلتش زیاد است، اجرش زیاد است یا که در خانه اش؟ ما میگوییم سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت میکند که نماز زن در خانه اش، در کنج خانه اش، در درون یک کنج خانه اش افضل و بهتر و ثوابش زیادتر است. حتی سوال شود که نماز زن در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم بهتر است یا در مسجد مکه بهتر است یا که در خانه اش بهتر است؟ نمازها، نماز نفلی به خصوص، البته نماز زن در خانه اش بهتر است و افضل است. البته به این گفته دلیل داریم. حدیثی که ام حمید میگویند که ان ام حمید امرأة ابي حمید الساعدی رضی الله عنهما انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في داري خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاة في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. سبحان الله. ببینید ام حمید میگویند، ام حمید یعنی زن ابی حمید الساعدی رضی الله عنهما، میگن که به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک زن آمد و گفت ای رسول الله، من دوست دارم که نماز را با همراهی شما بخوانم. یک زن مؤمنه صحابیه به پیامبر میخواد که نمازش را بخواند، از پشت پیامبر میخواد که اقتدا بکند. رسول الله میگوید که صلی الله علیه و سلم البته به درستی به تحقیق من فهمیدم که ای زن مسلمه تو دوست می‌داری که نماز رو با همراهی من بخوانی، اما بدان نمازت در خانه‌ات بهتر است از نمازت در بیرون، و نمازت در بیرون حجرتک یعنی در حجرت، یعنی نمازت در خانه‌ات بهتر است از نمازی که در یک غرفه حجرت، و نمازی که در یک غرفه ات می‌خوانی، در یک حجرت می‌خوانی بهتر است از نمازت در حولیت، و نمازی که در حولیت می‌خوانی بهتر است از نمازی که در مسجد قومت، و نمازی که در مسجد قومت میخوانی بهتر است از نمازی که در مسجد من میخوانی. یعنی از همه بهترین نماز برای زن چی بود است؟ نمازش را در درون خانه اش خوندن از همه بهتر بود است. حتی از مسجد پیامبر خیلی که پیامبر من صلاتک فی مسجدی، من صلاتک فی مسجدی، یعنی در خانه ات خوندن، در همون مسجدی که در قامت از خوندن، از مسجد من اومده خوندن، از پشت من اقتدا کردن بهتر است. قال فامرت فبني لها مسجد في أقصى شيء وبيته وأظلم وكانت تصلي فيه حتى لقت الله عز وجل. و این البته حدیث صحیح است. امام احمد با رقم 26550 روایت میکنند و ابن خزیمه این حدیث رو با رقم 1689 صحیح میدونند و البانی هم این حدیث رو در کتاب صحیح الترغیب با رقم 340 صحیح کردند. بارک الله فیکم. ابن خزیمه در وارد کردن این حدیث، در ذکر این حدیث یک باب رو ذکر میکنند، میگند باب اختیار صلاه المرأة فی حجرها على صلاتها في دارها و صلاتها في مسجد، یعنی باب اختیار کردن زن نمازش رو در خانه اش و در حولیش و در البته مسجد قومش و در مسجد نبی صلی الله علیه و سلم. پس ببینید که این چنین سخن ها است. و این چنین دلیل دیگر از قول رسول اکرم صلی الله علیه و آمده است که صلات فی مسجد هذا افضل من 1000 صلاه فی مسجد من المساجد. نماز خوندن در مسجد من، میگن پیامبر، افضل است از 1000 نمازی که در دیگر مسجد ها خونده میشد. اما این به کدام نماز؟ علما میگن که این نماز برای مردها، این نمازی که 1000 فضیلت دارد در مسجد مکه و در مسجد نبوی،
این برای مردها است، نه برای زنها. لیکن امیدواریم که خواهرها وقتی که به نیت می روند در مسجد حرام مکه یا که مدینه نماز میخوانند، امیدواریم که این فضیلت را میگیرند. اما وقتی که کسی در همونجا زندگی میکند، برای اون بهتر است که در خونهش بخواند. بارک الله فیکم. شیخ عبدالعظیم آبادی رحمه الله میگه که وجه این که نماز زنها در خانه اشان بهتر است به خاطر اینکه امن از فتنه است. بارک الله فیکم. در کتاب عون المعبود شرح سنن ابی داود ذکر شده است. پس عموما وقتی که انسان زن یعنی در خانهش میخواند، افضلش چرا که در خانه نماز خواندن ایمن شدن از فتنه. بارک الله فیکم. اما وقتی که زنها در یکی از خانه هایشان جمع بشوند و از لباس کشی و از این مسئله ها اهمیت بدهند، از تبرج، از بی‌ستری اهمیت بدهند و از خانهشان تا اما خانه رفتن امان باشد، بی‌ستر نباشند، تبرج نکنند، از یعنی امن باشند و از فتنه دور باشند، در این حالت جایز است. و دانید که زن نه هیچگاه در حالت امام شدن به پیش نمی‌آید، در که در بین زنها می ایستد و زن به مرد هیچگاه امام شدن جایز نیست. زن به مرد هیچگاه امام نمیشود. بارک الله فیکم. و این چنین در این مسئله از ورقه بنت عبدالله ابن نوفل الانصاری روایت آمده است که انها استأذنت النبي صلی الله علیه و آله ان تتخذ في دار مؤذن فاذن وامرها ان تؤم اهل دارها. این روایت را ابو داود روایت میکنند و شیخ البانی در ارواع الغلیل این حدیث را تحسین میکنند، یعنی حسن است. من حجت گرفته میشود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را یکی از زنهای انصاری اجازت میگیرند که یک مؤذن باشد و مؤذن از اون گوید و به این زن امام شد. و این دلالت میکرد که زن هیچگاه به مرد امام شده نمیتواند. و دلیل این که زن باید در وسط صف بایستد و امام وقتی که شد در پیش نایستد، حدیث از عایشه رضی الله عنها آمده است که انها كانت تؤذن و تقیم و تؤم النساء و تقف وسطهن. عایشه رضی الله عنها از اون میگفتند، اقامت میدادند و امامتی میکردند به زنها، اما در بینشون میسند. پس این دلالت میکند که زنها اگر نماز یک باره خفتن رو خوانند، از اون گوید یکی از اونها پستر و کم اقامت گوید یکیش و امام شود و در بین بایستد، جایز است. و این چنین از عایشه رضی الله عنها باز روایت دیگر آمده است که زنها رو امامتی میکردند در نمازهای فرضی حتی آمده است و در بینشون میسودند. و این چنین از حجره بنت حسین و غیر آمده است که عموما این حدیث ها همش دلالت میکرد که بدون این حدیث ها حسن است و حجت گرفته میشود. بارک الله فیکم. پس این است مسئله تراویح زن. بارک الله فیکم.